سلام، من یک سره برام پیام میاد از طرف شما که دارید دائم ازم میپرسید که مثلا عطر دیور سویج دارید. بعد میگم بله داریم. بعد ازم میپرسید عطر یا ادکلون. من اومدم که توی این ریلز کامل براتون توضیح بدم که فرق عطر و ادکلون چیه. واژه عطر و ادکلون مفهومش توی ایران به شدت اشتباه رواج پیدا کرده و همه اشتباه متوجه شدن. ببینید دوستان، عطر معمولا یا پرفیومه یا اکسترکت پرفیومه، یعنی در واقع غلظتش بین 20 تا 30%، موندگاریش بین 6 ساعت تا 12 ساعت یا حتی بعضی از موارد خیلی بیشتره. یعنی معمولا اون رایحه سنگین‌تره، رایحه‌اش لوکس‌تره با ماندگاری بیشتر. اما ادکلون غلظتش 2 تا 5%، موندگاریش بین 1 ساعت تا 3 ساعته، بیشتر رایحه‌های سبکتر رو داره و معمولا یک حالتیه که برای بعد از اصلاح که میخواد یه حس تازگی و خنکی بهتون بده استفاده میشه. پس اگه بخوایم جمع‌بندیش بکنیم، عطر غلیظ‌تره، ماندگارتره، ولی ادکلون سبکتره، ماندگاریش هم بی‌نهایت کمه. برای اطلاعات بیشتر پیج ما رو فالو کنید، همراه ما باشید.